دوری نهمی چمپیونات سراسری کشور اوید به فوتبال میانی دسته‌های لیگ عالی برگزار گردید. این بازی‌ها 11 و 12 ایول در ورزشگاه‌های مملکت دایر گردیدند. 11 ایول دسته‌های فوتبالی کوکتاش با فایسکان، رگاتا دست با خاتلون استرافشان با چسکا و 12 ایول خوجان با دوشنبه 83 استقلال با لوکوموتیو پامیری دوشنبه با هم واخوردند. دسته فوتبال استرافشان شهر استرافشان از دسته چسکا با حساب 2-1 شکست خورد. دسته فوتبال رگاتا دست شهر ترکمنزاده و خاتلون شهر بختر بین هم رقابت کردند. این بازی در ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترکمنزاده صورت گرفته با نتیجه 1-1 به پایان رسید. بعد این بازی جالب دسته فوتبالی خاتلون شهر بختر با 18 امتیاز به جای 3 فرامد. دسته رگاتا دست شهر ترکمنزاده در زینه 8 باقی خواهد ماند. فوتبالبازان دسته کوکتاش ناحیه رودکی در بازی دور نهمی چمپیونات تاجیکستان در میدان خود دسته فایسکای ناحیه واسطه را قبول کردند. این دیدار با حساب 3-1 به فایده میزبانان فوتبالبازان دسته کوکتاش ناحیه رودکی جمع گردید. بعد این غلبه دسته فوتبال کوکتاش ناحیه رودکی مرحله اول مسابقه را با 12 گل در جای 5 به پایان رساند. دسته فوتبال فایسکای ناحیه واسطه باشد با 10 گل به مقام 7 فرامد. بازی آخرین این مرحله با اشتراک دو دسته پایتخت دسته فوتبال استقلال شهر دوشنبه و لوکوموتیو پامیری دوشنبه جریان گرفت. در این بازی جالب دسته فوتبال استقلال شهر دوشنبه بر دسته لوکوموتیو پامیر با نتیجه 1-0 غلبه نمود. بعد این پیروزی دسته فوتبال استقلال شهر دوشنبه با کسب 25 گل در صدر جدول باقی میماند. با بازی بین دسته‌های فوتبال خوجان و دوشنبه 83 مرحله یکم چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی جمع بست. واخری دسته‌ها در شهر خوجان دایر شده با نتیجه 1-0 به سود میزبانان انجام یافت. هر دو دسته در این واخری برابر سبقت نمودند ولی لحظه‌های آخری واخری فردوس خالف با استفاده از پاسی همدستگانش حساب را گشوده پیروزی تیمش را در این بازی بس مشکل تامین کرد. اکنون بعد این پیروزی نایب چمپیونات جمهوری با حساب 19 گل در زینه دومی جدول قرار دارد. آغاز دیگری بازی‌های لیگ عالی در میان ماه آگوست